هیچ چیز نیست. بله. چند لحظه بعد یک خواهر از اهل تشیع بر زنگ زده بود از امریکا و او باعث یک خواهرش تشیع یعنی شیعه ما گفت که من یک شیعه هستم و از این آدم نفرت دارم. الحمدلله کل شیعه از این نفرت داره. الحمدلله وقت شام که نماز خفتن خواندیم یک خواهر از امریکا بر من زنگ زد. خواهر گفت که من شیعه هستم و من از این آدم نفرت دارم. عیف وقت شما که تشکر. سلامت باشین آیس محترم. من از تمام برادران شیعه و سنی خود تشکر میکنم و ما هم از همچون انسانهایی که نه فتوای مراجع میشنوه و نه دلایل تاریخی و قرآنی و اسلامی میدانه، نه پروای اقوال و بیانات پندها و اندرسای امامای دین خود که اینا معتقد هستند نه به او داره و ما به این خاطر تاسف میخورم. ولی به هر صورت امیدواریم که الله متعال این صحبت ما را در ترازوی میزان ما بندازه و به خاطر ای که امو برادرم یا وطنداری که سوال کرده بود عمر ابن الخطاب در غزوه بدر مامای خود هشام ابن عاص ابن هشام ابن مغیره را از بین برد و بچیش در پشروی می آمد همیشه بچه عاص و بچه ماماش و حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه بر از او بچهش می گفت که یا سعید بچه عاص ابن هشام ابن مغیره گفت که ما پدر تو از بین نبردیم، ما مامای خود از بین بردیم به خاطر ازی که در او مامای ما بود و حق داشت سر ما که در میدان جهاد پیشروی ما آمده بود و ای در الرحیق المختوم و سیرت النبی از ابن اسحاق و تمام سیر ایره نوشته کرده. پیامبر اسلام هم یک نفر در جهاد به قتل رسانیده ولی به این معنی نیست که مقام از او پایین است. ما برتری و شرف و عزت در علم و تقوا و دانش میدانیم. از تمام برادران تسنن و تشیع اظهار تشکر میکنیم با حوصله‌مندیشان و الحمدلله که امروز یک بحث را این آقایی که داخل شده بودند شنیدند و قضاوت به دست شما است. هر که به هر قسم قضاوت میکنه ولی کوشش کنیم که چیزی که حق است ما حق بگویم. از کارکنان شبکه جهانی صدای افغانستان هم تشکر میکنم. تا برنامه آینده و دیدار آینده شما را به پروردگار یکتا و بی‌همتا میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.